اولین کسانانی که داخل جهنم انداخته می شود و جهنم شعله می زند و زبانه می زند علمای بی عمل است. علمایی که به علم خود عمل نکردن. مردم فکر می کنن علما دیگر کلید جنت را دارن. نه عزیز من، یک گناه عالم خطرناکتر از 100 تا گناه عوام است. علمای سو هست. بعد فرمود مجاهد دوم کسی که داخل آتش جهنم انداخته می شود که شعله آتش را زیاد می کند مجاهد هست که به خاطر خدا جهاد نکرده، فقط به خاطر اینکه مردم اون را شجاع بگویند، مردم اون را دلیر بگویند، برای ریاکاران و برای اینکه مردم را خوشحال بکند جهاد کرده است. این را داخل جهنم انداخته می شود. و سوم اون سخی و سخاوتمندی که صدقه می دهد، منظورش این است که مردم اون را سخی بگویند.